زندگی میکنی، نونشو میخوری، زبونت هم درازه. مگه من چیکار کردم؟ چه خبرتونه صداتون تا کوچه داره میاد؟ به دختره چش سفید میگم پاشو چای بذار، میگه خودت برو بذار. چند ساعت پیش مریض شدم، خودش دید گفتم دل و کمرم درد میکنه، اگه میشه خودتون چای بذار. وقت مامو گرفت برو پرت کردی اینجا. مامان تو چرا این کارو کردی؟ تو مثلا خودت خانومی باید درک کنی. ایوا تو الان داری طرف زن تو میگیری؟ من طرف کسی رو نمیگیرم فدات شم. فقط توقع دارم مادری که انقدر تعریفشو به زنم کردم و گفتم باید همه جا احترامشو نگهداری بهتر از این رفتار کنی. آخه تو به چی این دختر موندی پسر؟ عروسای مردم دوتا بچه میزان، اون وقت تو رفتی یه دختر ناقص گرفتی که حسرت نبدار شدن رو به دل من بذاره. مامان این دختر ناقص عشق زندگی منه. این دختر انتخاب من و به امید من اومده تو این خونه. نمیذارم کسی اذیتش کنه، حتی اگه اون آدم تو باش که میدونی چقدر دوست دارم.